اول با استوریا شروع میشه. همه زیر سرم. خانوم نوشته هنوزم دوست دارم. تگ رضا گلزار. یعنی چی؟ با 2 علنگو. یعنی اینکه رفته زیر سرم خبر ازدواج شنیده. آقا من یه سوال دارم. سوالاتو بذار بعدم بپرس. سرم بعدی نمیشه وضعیتم تو این 3 روز، یعنی تو این 3 روزی که گلزار ازدواج کرده خانم وضعیتش کلا همینه، زیر سرمه. حالا میتونی سوالاتو بپرسی. بفهم. یعنی نه دست نگهدار، حالا بعدی رو ببینی. یه خانمی خودزنی کرده. اینا خونه. حالا من برای شما سانسور کردم به خاطر یوتیوب. بچه‌ها تو شاد باش، تو بخندش خم، تو برای اون سلیته بخند، زورکی و من اینجا درد بکشم. بچه چرا به زنش توهین او می‌کنی؟ بعد وقت چه ربطی داره؟ بعد خیلی معتقدن یه زوری بوده، چون گلزار تو ویدیوش مثلا ریاکشناش یه حالت چیزی بوده، ذوق موق اینا نداشته.